این منظره پرتوگاه مرکزی شهر کولاب است. با این مکان پرتوهای تمام شهر سیوم کلانترین تاجیکستان را انتقال می‌دهند. منطقاً منظره پرتوگاه هیچ عجابت ندارد، اما ما را به پیگیری این موضوع آنچه وادار نمود که پرتوگاه مذکور در راه ماشینگذر و بدتر از این در محل اهالی نشین واقع است که خطر آن به ساکنان روز تا روز بیشتر می‌گردد. تعریف میکنه که آبادترین کلاب است، حاضی جزیرترین کلاب شدگی است. این حال ما ببین، حال ما ببین، فرزندام حاضی برای در خانه قطعی دارو و کل شد. این همین وضعیت نون به حد وزمین است. این مصر درمی پیش خانه. پرتوگاه مرکزی شهر کولاب که هنوز سال 2004 با قرار شهردار آن وقت در حدود 4 گکتر زمین بنیاد گردید، حالا میدان خود را به مراتب از دایره مقرر گردیده وسیع نموده، حتی شاهراه علاوگی سمت شهر کولاب ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین را مشکل گذر کرده است. این مصر صدها آدم و هزارها آدم های همین محله را کشته است، یک کس به چی نمیرسه. این اختم ببینید، شهرهایی که با شلاخ چگم شروع بود میره همه محکم شدگی، سگای مردگی زیاد در اینجا. وقتی این هوا بوی است، خیلی همین را بگیرن همینجا، همین را یک چورش را ببینن. بنابر گفته‌های ساکنان، کارمندان خواجگی کمونالی شهر پرتوها را در سر راه می‌ریزند که در نتیجه این مکان به کوه از اخلاط و افلاسی و منبع بیماری‌های سرایتی مبدل گشته است. من دین دختر آوردم فرزند و ای ویروس اینمی میکروبی مصر میبرمش میکروب داره دخترم دامنش در بالینسا این سفر توبت کرد. این همه کسله اینا باور نکنه همسایه این همسایه رو پرم برین در بالای جوگه خوبه ای ویروس اینمی چیرا مصر. سفر جبارов معاون تازه تعیین مدیر کارخانه خواجگی کمونالی ضمن صحبت با ما این ادعای ساکنان را رد نمود، اما بعداً اقرار شد که کارمندان اداره آنها در پرتافتن پرتوها در راه ماشینگرد دست دارند. او سبب این عمل کارمندانش را در مشکلی تکنیکی ارزیابی نمود و اشاره کرد که تکنیکشان هنگام درآمدن به داخل پرتوگاه از کار میمانند و آنها مجبور میشوند تا تکنیکی دیگر کرایه کنند. ساکنان پیوسته بانگی خطر میزنند که پرتوگاه به سلامتی آنها و فرزندانشان تهدید میکند، اما نمیدانند دادشان را به کی گویند چون مراجعت بیشمارشان پاسخ پیدا نکرده است. التماس میکنیم مراجعه میکنیم به کلانترا که همین سرا بگیرن. کودکامون کاساش دیوچه جمع در میکنه و جمع در میکنه میگم که خواب در همین وضعیت در نکی میکشم کسل نگو کسلی کشیدن. بازی دیگه شرایط نیست کودکامون توبت کنیم بالنسا میره بالنسا باسونه بیسون هیچ کقتی گم نمیزنن. برای همین ما خواهش میکنیم التماس میکنیم ای پرزیدنتمان محترم امام علی شریف رحمانوی که همین مصر این همینجا بگیره بعداد خلقش برسه. همچنین ساکنان محله از خروج بی‌سابقه بیماری‌های سرایتی سخت در تشویشند. در اینجا از هر عائله حتما یگان نفر به بیماری مبتلا گشته است و شمار بیماران روز از روز زیاد می شود. ساکنان محله پیوسته به طبیب مراجعت می کنند، اما دکتران برایشان گفتند تا زمانی که در نزد پرتوگاه به سر می برند خطر به سلامتی آنها تنها می افزاید. من خودم کسری سیر شدم بچه‌م شد اینا مردکم کسری اسم بچه‌م کسری پوست شده بازی دخترم در جوگه خواه اینا او زیری نمیدونیم در چه یک جا بیاویم همه جا میریم کسری پوست نوخیم اینا میخوادم کسری شدیم یک گون درد نداشتیم. شهرداری در نوبت خود میگوید در چند سال اخیر مراجعت ساکنان این محله به آنها نرسیده است و دعواگران پیشینه از طرف شهرداری قناعتمند کرده شدند، اما معلوم نیست که قانع شدن این ساکنان ارزگر به چه طرز اتفاق افتاده است وقتی مشکلی همانا پا برجاست. من جناب خواهش میکنم که همین حکومت دیشن بعداد خلق نمیرسه که که پیش دم رفتیم گوش ما نکرد حکومت در رفتیم سرمان کرد باور میکنی چه خیلی که پادر تلا میکنم کو نمی خلق نمیخواد همین جناب ببینه که خلق همین خیلی تلا که ایسای یگان گم نمیگم رئیس شهر با این درجه خلق پس کده. سگان بیمار و دیدوی این پرتوگاه
که شمارشان به صدها عدد می رسد مشکلات دیگری ساکنان این محله اند. این سگ‌ها طور به نظر می رسد هر لحظه آماده‌اند تا بر راهگذران خرد و بزرگ این موضع حمله نمایند. نبوده کار درس روی میکنیم برای که سگای دیوانه بسیار ایجاده میگیرم فرزندامونا این حاضر چند سگ گزیده داریم 6-7 کسری پوست داریم کسری تیپرکلاس داریم کسری سیل بگیم اگر اینا کسری رگ داریم همه اینمی ای ویروسی چه ویروسی پشه ما را در خانه بیرون در صاف شده میشه در تیزه محکم کدگی ما در خانه محکم شدگیم همین موسم در حویگی ما این خونه ما پشتیم نمیجره سری میخویم در حویگی مستق ما دست سگ تقل کسان در زمین مونده نمیکنیم شب تو سو دوزه یک شب تقل جمع میکنیم پیشنی جمع میکنیم که همون سگ پدنا شب بخما سگ سر میکنیم این نمیره سری در حویگی ما میبینیم همین موسم سگ به حویگی ما نمیبریم سگ قدای دو امروز سگ نداریم سگون همین موسم حویگی مودن پادای مال و گاوی محله های همسایه را نیز عادتاً از اینجا میگذرانند و مدت در این موضع توقف میکنند تا به قول سیر شوند. در همین حال شماره از این گاوها ساکنان محله های نزدیک را با شیر تامین میکنند. پس سوال پیش رو می آید که تا کدام اندازه شیر این گاوها برای آدمان بی‌ضرر است. همه این منظره پهلوی دیگری هم دارد. اگر پرتوگاه سبب بدبختی یک قسمتی مردم گشته باشد برای بعضی ها آن یگانه منبع درآمد به حساب می رود. این خانواده از جمله دهها عائله است که به جمع آوری و جدا نمودن پرتوها مشغولند. دلافروز شریفه و با همراهی شوهر و کودکانش از صبح صادق به جمع آوری پرتو می رود. با وجود خطرزا بودن این عمل و این موضع پرتوگاه مذکور یگانه منبع درآمد دلافروز و اهل عائله اش باقی میماند. زلال میکنه داو درون سگای خرای گوه همه چیز هست خیلی بوم میکنه پاشا و قیمش که در چشمه میزنه به لی زنی میکنه نمیشه نش جایش میشه که دوری پاشای نمولون تر میکنه میریم خیلی عذاب همین یا مایده گرم شده میویش که گفتن که مردم جنگ رفتن گفتن که مطرب خیز میین بوای تو مردم زلال میکنه گفتن شلولوهای گجای نوجهش میبرن پاشا داره من اما قطعی گلاکو گفتم گجای برنش میرم نیست کرده گجای نمیره برنم میرم پیوده بخره یا بخیز نداره حال خوب بوده بعد میشه بخره. با اینکه پرتوگاه مرکزی شهر کولاب موجب بدبختی یک گروه ساکنان است، منبع یگانه تامینات روزگار گروه دیگر گشته است. سوال اساسی حالا میتواند دیگر هم باشد. در تمام دنیا کارکرد پرتو باعث برای توسعه نیافتن پرتوگاه‌ها و پیدایش تجارت با فراگیری فناوری‌های جدید شده منبع درآمد هزارها نفر است. پس چرا در کولاب از این وسیله ها استفاده نمی کنند و برعکس برای سلامتی صدها نفر منبع خطر ایجاد می نمایند؟ در مطالب بعدی به این پهلوی مسئله نیز باز خواهیم گشت.